ابوالفضل. آره دیگه. واسا. خب چقدر کوچولو هم. آقا یه لحظه ببین. دوربینو بچر. سلام گلای عزیز. سلام آقا عزیز، حالت چطوره؟ اومدیم بچه‌ها شما داریم جوجه بازی میکنیم. اشغال زیادش خوبه، فقط جوجه میخوریم، هیچ چیز دیگه نمیخوریم. خب یه ذره شمال عمو روحی چرا شمال اومدیم بومت. چیکار داری میکنی؟ چی داری درست میکنی؟ برامون توضیح بده. تپیکال این فوت بلاگرا که میان چیزو کنن. خب چیکار داری میکنی؟ چنده؟ چجوریه؟ گیر باکس عوض میکنم. بچه‌ها اینجا به فروش میرسه به مساحت 2 هکتار میشه؟ 1 هکتار میشه. هوا بسیار آلوده است و اینکه واقعا ما داریم اذیت میشیم. سازمان محیط زیست، سازمان حمایت از محیط زیست. بچه ها این قسمت جوجه بازیشه. از قسمت چیزا دیگه نمیتونم براتون بگیرم. بقیه‌اش سانسور میشه. فعلا جوجه ها رو بگیرید، ناهار رو بزنیم، قرار کلی بازی بکنیم. سوزوندن همه چی سوزوندن. گربه آزاری نکن مرد مومن. بچه ها نه به گربه آزاری نه به حیوان آزاری. عارف حیوان آزار، به محمد آزاری. خیلی قدشون بلند، خیلی که حالا نه اونقدر. زمین کجه یه ذره بچه‌ها. زمین کجه. موقع شاخ من لگ دارم نمیدونم تو. بیا الان هم قد نیست. از کالافا نمیذاری؟ نه سر خوب. من لگ دارم. باورشون نمیشه که من لگ دارم. متوجهی؟ هر کی کالاف فازه آیدیشو توی کامنت ها بذاره، حتما آیدیشو بگیریم بازی کنیم همه با هم. من جمال بازم، کلاف باز نیستم. حمایت بکنید لطفاً. حتما حمایت بکنید. من یه دونه اسپو پاکت تری بگیرم. خیلی ممنون. با گوشی خیلی سخته ولاک بگیرم. من بچه اصلا آدم کمالگرایی نیستم اتفاقا. با همین گوشی تو دستم هم میگیرم. یه ذره سخته ولی خب خودمونیه دیگه. اوکی. اینا فقط روش پخته. اینا اگه توش پخته چرا روش پخته؟ آقا عارف چه کرمالی میکنه. کره باز یاره؟ جمال بازم یه بار گفتم. بچه جای همتون خدا وکیلی خالی. یک رافا. بچه کامنت های این ویدیو اگر لایکاش ببخشید لایکاش اگر 1000 تا بخوره 10 نفر رو انتخاب میکنم میایم اینجا اشغال میکنیم با هزینه خودم. برو بریم واسه قابلمه. لیتس گو قابلمه. عارف بلدی یا ولی عارف؟ نه بابا. تو فیلم‌ها دیدم. دانیال بیار اونا رو. دانیال اون جزغاله میکنه. آقای دانیال فکر کنم تنهایی داره میخوره. به به خیلی قشنگ و تمیز داره در میاره. کبابا رو دارم میگم. به بچه ها برنج کم میاد متاسفانه. برو بله متوجهم. برو بیرون. حالا میرم برمیدارم. چیزی خوردنی نیست تو میز عزیز من. برو دنبال بازیت پسر خوب. دوستان عزیز کجاست؟ تو گله؟ گل تو توپه. آقا میزنه تو سر تو بعد کیا؟ سرور محمد مهدی علیپور. برو برات دارم. فرار نکن. توی لرز شورتو در میاره یا اول. تیم مونیخه شهرمون بایر مونیخه. واسه پام بالا. اینو لنگا رو دادی همه جیره میزنه تو.
تمام. بردمون مبارکمون باشه. هر آقا شما بعد از برد چنین برد شیری چه احساسی دارید؟ حس خاصی ندارم. تصویری هم نداری احساس خاصی ندارم. دول میخانه چی من دوست ندارم یعنی یار چین اصلا فکر نمی‌کنم اینجوری باشه. آخه تو این آبی که هست اون مزه اصلی خودشو نمیده. خب زیتونش ببین چجوریه. بچه‌های عزیز چجوری بود میگم یادش میکروفون ندارم. صدا فکر کنم بد میفته. چجوری کبابی میکنن؟ خودمون میتونیم نرمال شوی کبابی کنیم پول میزنن به سیخ زیتونه رو میزنن تو سیخ زغال برای کنیم تو فکر نکنم رده سیخ باشه زغال نگاه کن چی داری میخوری 20 دقیقه است؟ تو تمام خط روش میندازن این سوسیس اینجوری میشه برو حرف نزن گیریلش هم خب این از این اینو میذاریم اینجا دیدی اینا رنگیه اینا میذاریم اون بر اینو میذاریم اینجا ماستو میذاریم اونجا اونو میذاریم اینجا اینا میذاریم ماستو دیگه نریزیم تو چیز ها نظر شما چیه بچه‌ها تو کامنت ها لطفا بگید در دنبال کامنت ها میگم از دوستامون پذیرایی بکنیم اینکه آره بچه‌ها بیا خب بعد داشتم میگفتم بهتون که عارفه آقا برفت بچه‌ها شده پرستاره برگر بزن دوباره آقا من کشف کردم این قضیه رو خیلی سوسکی اومده یه دونه برگر زیر اینا قایم کرده که یه دونه اضافه تر بخوره قایم کردی دیگه مرتی که اسب رو این 6 تا بیشتر جا نمیشه نه تو قایم کردی جا میخواد یه دونه اضافه بخوره تو کامنت ها آقا امیر حسین خواهش میکنم خوب هستین شما خوب هستین؟ متشکرم سرد میشه خواهش میکنم آره خدایی داره سرد میشه بچه‌ها خیلی مراقب خودتون باشید لباس گرمه سرما اینقدر یه جوریه که واقعا مغز ما رو تحت فرمان خودش قرار داده الان من صحبت نمی کنم سرما داره صحبت کنه فکر نه دلم برای گربم تنگ شده گربه ها تو هر پتی که دارید قدرشون رو بدونید اونا هم باید قدر شما رو بدونن میگه که اولین پتی که داری یه دونه اضافه است یه دونه این گروه میرسه یه دونه برای دانیال دعوا میکنیم سر اون یه دونه اضافه میگه بدون گربه نه دیگه تو مگه گربه نداری چرا میتونی نصفشو بدی به گربه آقا یه دونه اضافه نصفشو بده من میبرم خونه نمیرسه نصفشو میده من میبرم خونه برای گربم من گربه دارم مگه گربه دارم به برگر رو ببین ولی پشمو پنیر داره توش پنیر نیست چرا داداش پنیر گودای دیگه توش چه گودایی چه گودایی که پنیر داره توش دیگه اینا معلومه زده بیرون دیگه یه بچه پنیر داره به تو چه اینها دیگه اینا تیکه تیکه های گودا توش داره فهمیدم گوشه که چیز میکنن گودا هم تیکه تیکه میکنن توش بیچه خفنم دوستان عزیز میکروفون میارم صدامون میپیچه بابا درست شد دنیا داره تخم‌مرغ مشتی عموشنگی بازاری برامون درست میکنه نزن اینقدر نمک نزن برای من رب تا ناموس رب زدی بابا دخالت نکنه تو کامنت ها شما بگید شور میشه یا نمیشه بچه چایی هم سرد شده آه لیلیلی آه لیلاس آه لیلیلی آه موام خوبه؟ خوبم؟ خوبی؟ آقا این املت ما چی شد؟ نظر روی میسوزه اینا سوخت خوش سوخت این جدی سوخت؟ بابا تو همینجوری بود بابا ببین آقا دانیال چه کرده همه رو دیوونه کرده ماشاءالله ماشاءالله
کی املتو مانوشا میخوره؟ من. دوستان عزیزم این دوتا رو میبینید؟ بچه من خرم 45 دقیقه است میخوایم ویدیو بگیریم. اگر محتوای من تایمش کم شده هیچ کدوم همکاری نمیکنن. ما چالش داشتیم، بازی داشتیم، هیچی. همین آقا رو ببین بلند شده پوشیده، نور داره میره. ما دیگه محتوایی نمیتونیم بگیریم. مگه میذارم ویدیو بگیریم؟ از دیروز میخوایم ویدیو بگیریم. من مثلا حواسم نیست. دارم میرم دوربین اوکی کنم. میخوای استوری کنی؟ آره. خوبه استوری کن. چیزی نگفتم. یا بفس. رضا فرصت علی 500 آره اینا خیلی بوده. بعد 50 تا پست دیدیم. اومدیم اینور از اینور 50 تا رفتیم تو اون چه دارن داستانش درست میکنن. 15 بار گرفتن. تو فکرامه پول بنزین پول روغن ماشین حالا لاستیک باید بگیرم برای ماشین خیلی ضعیفه. آره ولاگ خرمالو چینی داریم. میخوام بهتون یاد بدم چجوری خرمالو خرمالو. شما هم تو پاییز اینجورید که کسلید، خوابالوید. هوا هم بستگی داره. هوا هم خیلی کدره. اذیت هوا. واقعا یه جوریه. پیر شدیم دیگه. اومدیم اینجا همینجوری قدم میزنیم. داستش میگیریم. همش تقصیر این دوتاست. فقط اشتهار کنی. همش خوابی. من خوابم. بده اینک تو ببینم. میزنم یه ست بلک با دخترم. خیلی زنون هستی یاره. نه اینو بگیم دانیال بده عینک تو کامنت ها به هم بگید عینک به میاد یا نمیاد. اگه میاد برم بخرم. چشمم ضعیفه. اصلا تا حالا عینک آفتابی هم نداشتم چون چشم به شدت ضعیفه از بچگی و اینکه باید اول لازی کنم یا برم عینک آفتابی طبی بگیرم. محمد 10 میلیون میدم شیرجه بزن تو این. 10 میلیون؟ آره. 8 میلیون فقط باید هزینه 20 دوادرمون. میدم. تو 20 رو کن من میپرم. دارم 20 میدم بپر تو این. اینجوری که شیرجه، نمیزن. آره، شیرجه. دیوونم مگه اینجوری بزنم. 100 میدم شیرجه بزن. جدی میدی؟ آره 100 شیرجه ها. آها قشنگ استایلش اینجوری یعنی؟ اینجوری قشنگ ولی صاف میشم اون پایینا. 100 تومنه. 100 میدم شیر با کله. وایسا. سرده؟ خیلی سرده. ولش کن. ما رفتیم. یه پله اینجا بذاری تو رو قرآن. میکروفون منم بده. دست داره. آقا یه دونه بیا اینو تو تراس بگیری. نمیای. خدافظ. یالله. سلام علیکم. چه جاتون خالی داری کالباس. عمو روی. جوجرم گرفتم. دیگه خودمونیم دیگه داریم کالباس میزنیم. همه زحمت‌های این 2 روز افتاده گردن ما. بلال درست کن، برگر درست کن، جوجه درست کن، اینو درست کن، اونو درست کن. کیک قد بدونه. از هر انگشتم یک هنر میواره. برش فقط به عهده من نبود. الکی. شیر بلاله بیا. بودو شیر بلاله. همسایه ندارید؟ آب نمک یکی درست کنه. آب نمک دوستان، آب نمک لطفاً. یه پارکی دم خونمون بود. همیشه هر روز ساعت مثلا 5-6 عصر می اومد یه بلالیه سر پارک وای میستاد تا مثلا 11-12. من هر موقع مثلا تو پارک بازی میکردم میرفتم این ور اونور همیشه بوی اون بلاله توی مغزم میپیچه، توی ذهنم میاد که مثلا اون موقع چقدر اینجا چه صفایی داشت، همه صف میکشیدن و میکرد تو آب نمک سری میداد و چه بلالایی. الان دیگه شور و چیزای قدیمی نیست. مثلا یه چرخ و فلک قدیمی‌ها که میشستن روش اینجوری با دست میکشیدن میچرخوندن یکی. اون موقع من به خدا قسم یادمه 500,000 تومان میگم 500 تا تک تومن 500 تا تک تومانی میدادیم ما رو مثلا 2 دور 3 دور میچرخون اینجوری با دست میچرخون و اینا. یادش بخیر. واقعا هیچ کدوم از اینا دیگه نیست، واقعا نیست.
آدم دلش میگیره. بچه ها نه به گربه آزاری نه به حیوان آزاری. عارف حیوان آزار. دوستان قشنگم، خوشگلای قشنگم، ویدیو به پایان رسید خیلی یهویی. واقعا شرایطش نبود یه سری چیزا رو فیلم بگیرم چون اصلا روم نمیشد که فیلم بگیرم. یه ولاگ سوسکی بود، گفتم که بگیریم حالا شما هم ببینید، شما هم با هم همه در کنار هم حال کنیم. امیدوارم که حال کرده باشین. حالا سعی میکنم ولاگای خیلی جزئیاتش رو بیشتر بکنم، بیشتر ولاگ بگیرم که همه چی توش باشه، انگار که شما خودتون هم با ما دارید تفریح میکنید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. حتما حمایت بکنید، لایک و سابسکرایب. آقا دارم زر میزنم. امیدوارم که شهرداری پردیس داریم برگردیم تهران و اینکه لایک و سابسکرایب یادتون نره. حتما حمایت بکنید، انرژی بدید و اینکه سعی می‌کنم این ولاگو بیشتر بگیرم اگر واقعا دوست داشته باشید. همین، دمتون گرم. این پیج منم فالو بکنید. بوست به کلاتون. میبینمتون. خداحافظ.